درهای این دکان‌های کتاب فروشی نزد مسجد مرکزی دوشنبه بیشتر از 3 هفته باز بسته است. پشت درهای دکان‌ها که کتاب و دستورالعمل‌های دینی می‌فروختند، مهر ریاست اتحادیه‌های دینی کمیته دین زده شده است. در کمیته حاضر نشدند سبب بستن دکان‌ها را شرح دهند، اما یک مسئول این اداره بدون ذکر نامش تصدیق کرد که بدر این دکان‌ها ماه گذشته بعد یک سنجش مشترک چند نهاد مهر زدند. دکان‌های کتاب فروشی اینجا یکی از بزرگترین نقطه‌های فروش کتاب‌های دینی در دوشنبه است. اساساً ادبیات دینی می‌فروختند که با اجازه کمیته دینی تاجیکستان نشر شدند. کتاب دینی اصلا همین مدرسه مغازه‌های مدرسه. چه کتاب‌ها را اونجا میشد یافتن؟ کتاب دینی اصلا قرآن، کتاب مسئله، کتاب حدیث پیشتر گرفته میشد. حاضر راستی که نمیدونم کتاب‌ها رو دولتی که بعد بزرگ کارو میره همه کتاب‌ها هم چی هستن همجا میومد بگیرید. اساساً از کجا میدونید که جای کتاب فروش کتاب‌های دینی؟ من هم وقتی هم میدونستم که کارو میرفتم میومدم بوده کامجا کتاب‌های دینی اینجا هستن. پیش مسجد مرکزی چه؟ پیش مسجد هم هستن. بیاید دسترس کرده میشه. ضرور است مغازه کتاب‌های دینی بودن یا نه؟ البته ضرور است. چی ضرورت داره؟ اگه اون چیزی نمیفهمیدی تا میفهمی خوب نیست. اگه کتاب دینی مثال همین مسجد کتاب قرآن است میخونیم خیلی ضروری بد نیست برای آیا ضرور است که چند مغازه فروش کتاب‌های دینی باشد؟ که باشد چقدر قاعده‌ای باشه. یک مثلا همه دولت مثلا همین دولت که میخوام خیلی کتاب‌ها هسته چیزای باید نفروشنده مثلا زیر نظارت باشه با خوبه مثلا همه مثال به چی میگیره مثال چی میگن به جنجال بگیری خوندن میگیره اگه اون کشمون مثلا دخالت نمیکنه. این بار اول نیست که برای فروش ادبیات دینی در کشور مشکلی پیش می آید. اول امسال مقامات اجازه ندادند که یک صاحبکار به کشور 13 دانه کتاب قرآن وارد کند. مقامات گفتند او قبلا باید اجازه می گرفت. سازمان‌های حامی حقوق بارها حکومت تاجیکستان را برای محدود کردن آزادی‌های دینی مردم و مانع شدن به اجرای رسم و رسوم مذهبی تنقید کردند. مقامات تنقیدها را قبول ندارند و میگویند برای پیشگیری از افراطگرایی در کشور تدبیر می‌اندیشند.